جانم سلام. من عکس ویلاتون رو تو اینترنت دیدم، اومدم ویلا اجاره کنم. چند نفری؟ خودم هم 1 نفر. 1 نفری؟ بله. یعنی خانوم باهات نیست؟ نه خودم. مواد مشروب یا هیچی نداری تو چی؟ نه هیچی ندارم. هیچی نداری اومدی میخوای بگی چیکار کنی ویلا پس؟ خب بخوابم. چی شده مشتبه؟ ولی 1 نفر اومده ویلا میخواد بگه هیچی هم نداره میگه. اجازه چند نفرید شما؟ ببین خودم هم فقط شب خواستی سر صدا اینا بکنی 11 12 شب بعد یه مقدار صدا نمیخوام بخوابم. چیزی هم خواستی همین الان بگی، میخوام بخوابم. به خود من بگو. به خود من چی بگو. چیزی نمیخوام، میخوام بخوابم. ماشینت هم بذارم گوشی سر. ماشین ندارم، با اتوبوس اومدم. هیچی نداره. از کجا اومدی شما؟ این چیه سرته؟ کلام. این چه وضعیتی کله‌ایه؟ من کتونی های زرنگی از کجا بلند شدی اومدی اینجا؟ اومدم شمال یه شب فس بخوابم. بریم مشتبه فس بریم در سر هیچ میشه. اشغالی هم نمیخواد بکنه این شهر میشه آقا. برو عزیزم برو. عزیزم. جای دیگه. بخوابم. داداش من برو اینجا هیچ بهت ویلا نمیده، تو هیچ اشغالی نمیخوای برو ترمینال بگی بخواد صبح برگرد. اینجا آدما نمیشه تماس کرد. برو عزیزم برگرد شهر برگرد. برو قابل اعتماد نیست آقا برو. ببند درو ببند. برو ترمینال بخواب صبح برگرد برو. شما اینجا دنبال جا نباش برو.